اگه میخوای هدفون بخری ادامه این ویدیو رو از دست نده. قراره که یه پلیلیست براش بسازیم که آقا هدفون چی بخریم. یه پلیلیست تو چنلمون اضافه خواهد شد. آقا هدفون چی بخریم. این ویدیو میشه راهنمای خرید هدفون های اقتصادی انکر. در این هدفون این رنج که احتمالاً خیلیاتون بشناسیدش، انکر ساوندکور R50i هست که خیلی‌ها تو ایران دارنش و امتحان خودش رو حسابی پس داده. برای اینکه اون دو تا گزینه ها دقیقاً همین کیفیت و در حقیقت بیس خوب R50 رو دارن، ولی با یه سری تفاوت‌ها. رنج قیمتی بعدی که حدوداً میشه 1.5 میلیون تومان، یه اتفاق جالب میفته و اونم اینه که انکر فقط یه نماینده درست حسابی داره. با اینکه شما دارید تقریباً نیم میلیون تومان بیشتر هزینه می‌کنید، ولی از نظر کیفیت و شفافیت و بیس اینا چیز بیشتری گیرتون نمیاد. و صرفا انگار این پول اضافی رو دارید برای طراحی قشنگ‌ترش میدید. این هدفونایی که گفتیم در کف و حداقل یا IPX5 دارن و تا حدودی میتونید از فعالیت‌های ورزشی هم بهره مند بشید با حضور این هدفون‌های برند انکر.